ریاست تفتیشات ولایت سوردلوفسک روسیه زوده تاجیکستان عالمجان اتنظرف 44 ساله را با اتهام دست داشتن در جنایت‌های سنگین از جمله کشتار و آدمربایی تحت جستجوی بین المللی قرار داده شده است. خدمات مطبوعات ریاست تفتیشات به نشریه روسیه کمرسنت گفته است اتنظرف بعد صادر کردن این جنایت‌ها یکاترینبورگ را ترک کرده است و حالا میتواند در ترکیه یا تاجیکستان پناه شده باشد. اتنظرف از جمله به آن ابدار می شود که ماه آگوست سال 2020 با مقصد تصرف پولهایش پرودیوسر شناخته والری پلاژنتسف را گروگان گرفته کلید خانه او را گرفته است و خود پرودیوسر را کشته است. در صورت بازداشت و استردادش به روسیه به اتنظرف حبس عمرباد تهدید میکند. والری گاریلیخ سخنگوی پلیس ولایت سوردلوفسک گفت اتنظرف اول تحت جستجوی فدرالی و سپس تحت جستجوی بین المللی قرار داده شد. حالا برای جستجوی او کارمندان دفتر اینترپول در ولایت سوردلوفسک نیز دست به کار شدند با مقصد معاین کردن مکان بود و باش و به جوابگری قانونی کشیدن او. مجموع چوربینی ها روی دست گرفته شدند. یک منبع آگاه نشریه محلی یک روح خبر داد که عالمجان اتنظرف بر اساس ماده 126 کودکس جنایتی روسیه به آدمربایی و بر اساس قسم دوم ماده 195 به آدمکشی عیبدار می شود. این منبع می گوید ماه آگوست سال 2020 اتنظرف و شریکش یوسوپوف تاجر و پرودیوسر مشهور آوازخوان‌های روکن رول و شانسون منطقه اورال والری پلاژنتسف 76 ساله را دزدیده شکنجه دادند و سپس کشتند. آنها کلید خانه او را گرفته جسدش را در کیلومتر 16 حلقه‌های اطراف شهر یکاترینبورگ در پشت تخته رکلام پنهان کردند. جسد را زنبوروغچین‌ها پیدا کردند. اتنظرف باشد توانست که به تاجیکستان فرار کند. به گفته این منبع سبب کشتن پلاژنتسف پول شده است. او یک شبکه مغازه تجهیزات الکترونی را میچرخاند و پرودیوسر چند آوازخوان شناخته از جمله خواننده شانسون الکساندر نوویکوف بود. والری پلاژنتسف بسیار وقت به قهوه‌خانه منگال واقع در کوچه خاخریاکوف میرفت و پولداری و پولچاشی او توجه دو کارمند این قهوه‌خانه اتنظرف و یوسوپوف را به خود جلب کرده است. بنا به فرضیه تفتیشات آنها پلاژنتسف را به خوابگاه واقع در همسایگی قهوه‌خانه واقع در سراغه خاخریاکوف 102 برده دست و پایش را بسته قریب یک شبانه روز شکنجه دادند تا که در کجا پنهان کردن پولهایش را آشکار کند. در نهایت بعد کشتن پرودیوسر آنها کلید خانه‌اش را گرفته خانه‌اش را کوفت و کوف کردند ولی پولهایش را پیدا کردن نتوانستند. یک رو می نویسد جنایتکاران را با کمک سگ بوگیر آشکار کردند. نظر خود اتنظرف و یوسوپوف به اتهامات اعلام شده دسترس نیست.